سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. خودکشی غیاث‌الدین ایوبزاده، کارمند امانت بانک در ناحیه عینی. دو زاده تاجیکستان در پتربورگ برای ربودن یک زن دستگیر شدند. در تاجیکستان برای تعلیمات دینی جوابداری جنایتی جاری میکنند. از 5 اکتبر شماره پروازها به روسیه باز می‌افزاید، ولی نرخ چپتک کی می‌فروید؟ ساکنان خوجند در جستجوی عدالت می‌خواهند و اعضای هیئت پرزیدنت مراجعت کنند. در یک صدمه در سپیتمین 1 نفر هلاک و 4 تن دیگر مجروح شدند. ساکن سربند را برای ساختن عاقل و کهدان جزا دادند. و اکنون تفصیلات خبرها. دو مرد زاده تاجیکستان سالهای تولدشان 1981 و 1991 در شهر سنت پتربورگ روسیه با اتهام لطوکوب و ربودن یک زن میان سال دستگیر شدند. پلیس پتربورگ ویدیوی لحظه لطوکوب و ربودن این زن سال تولدش 1969 را نشر کرده است. بنا به فریضه مقامات صبح 4 اکتبر ساعت 7:22 به پلیس خبر دادند که در پارکوفکای نزد بنای رقم 6 در کوچه پیزاژنیا مرد یک زن را لطوکوب دارد. کارمندان پلیس ساعت 7:28 به جای حادثه رسیدند، ولی آن مرد زن را به ماشین خونده سالیارس بار کرده با یک شریکش ربوده است. کارمندان پلیس معاین کردند که مرد آدمربا رستم نام داشته، یگان 2 هفته پیش در اینترنت با این زن شناخته شده است. در ملاقات اول زن پیشنهاد رستم را گویا رد میکند و او از این به خشم آمده وی را میدزدد. زن را به بیرون شهر بردنی بودند، ولی در راه بنزینشان تمام میشود و آدمربایان برای خریدن بنزین به یک نقطه فروش سوزشواری می‌درآیند. در آنجا زن از داخل ماشین گریخته در درون حاجتخانه پنهان میشود و در را از درون بسته به یاری دعوت میکند. آدمربایان اول کوشش کردند که در حاجتخانه را زده شکنند، ولی کارمندان نقطه فروش سوزشواری به پلیس زنگ زدند و آدمربایان فرار کردند. کارمندان پلیس جبر دیده را به بیمارستان برده بعد مدت کوتاه گمان به شونده ها را در خیابان گرژدانسک دستگیر کردند. غیاث‌الدین ایوبزاده، کارمند فیلیال رقم 25 امانت بانک در ناحیه عینی، شب 4 اکتبر در جای کارش خود را به دار آویخته است. جنازه غیاث‌الدین ایوبزاده را که همگی 27 سال داشت صبح 5 اکتبر ساعت 10 در زادگاهش دهه روید ناحیه عینی به خاک سپاریدند. ساکنان روید به پایگاه خبری بامداد گفتند که غیاث‌الدین ایوبزاده سال تولدش 1994 در فیلیال امانت بانک در دهه روید که اساساً به مردم نفقه‌خوار نفقه‌شان را میداد کار میکرد. شب 4 اکتبر تخمینا ساعت 21 غیاث‌الدین ایوبزاده در همین جای کارش خود را با ارغمچین به دار کشیده است. سبب خودکشی کارمند امانت بانک دقیق نشده است. یک ساکن روید گفت که او بعد یک مناقشه با رهبرانش دست به جان خود زده است. این قضیه را حالا مقامات حفظ حقوق ناحیه عینی تحقیق میکنند و باید پیش از همه علت خودکشی غیاث‌الدین ایوبزاده را در چنین سن جوان معاین کنند. در این اواخر این نخستین مورد خودکشی کارمندان سابق و فعال امانت بانک نیست. در پایان ماه مارت سال جاری جسد اکرام جبارزاده، یک ساکن 42 ساله جماعت زرافشان ناحیه جبار رسولف ولایت سوق در پایتخت در ساحل بتونی دریای دوشنبه پیدا کردند. جبارزاده خود را در یکی از بتون‌های کنار دریا آویخته بود. گفته میشد که اکرام جبارزاده نیم سال پیش از مرگش در پی اتستاسیا از وظیفه سرمحاسب شعبه بانک دولتی امانت بانک در ناحیه جبار رسولف برکنار شد و بعد آن رسما در جای کار نمیکرد. به قول بعضی از دوستانش نیت داشت به صاحبکاری مشغول شود. علت خودکشی این کارمند سابق امانت بانک ناروشن باقی ماند. همین طور 5 اکتبر سال 2019 تخمینا ساعت 16:40 سرمحاسب فیلیال امانت بانک در ناحیه اشکاشم عارف توردیف در بنای فیلیال خودکشی کرد. بنا به خبرها عارف توردیف خود را از سلاحی که محافظان برای تامین امنیت بانک میگیرند و آن روز آن سلاح در دیوار آویزان بوده است پرانده است. به گفت آنهایی که توردیف را میشناختند یک سبب اساسی خودکشی او نگذشتن از اتستاسیا شده است. کارمندان امانت بانک هر 2 سال باید از اتستاسیا گذرند.
بانک امانتگذاری امانت بانک دولتی بوده با نزدیک 5 میلیارد سومانی سرمایه عمومی و صدها فیلیال در سراسر جمهوری در حال حاضر بزرگترین بانک تاجیکستان است. شورای مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز 4 اکتبر مجموعه تغییرات به کودکس جنایتی جمهوری را بررسی کرده است. بنا به اطلاعات مرکز مطبوعات مجلس نمایندگان ضمن بررسی این مسئله وکیل پارلمان رفشن رجبزاده ابراز نمود که لایحه تغییرات به کودکس جنایتی همچون تشبث قانونگذاری از جانب حکومت جمهوری پیشنهاد شده. طبق لایحه به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 334 قسم 1 اضافه کرده می شود که در آن بند برای غیر قانونی برای ماندن تعلیم دینی از جمله توسط شبکه اینترنت اگر این کردار خصوصیت دینی اکستریمیستی نداشته باشد و در دوام سال پس از تطبیق جزای مأموری برای چنین حقوق ویرانکنی صادر شده باشد جوابگری جنایتی مقرر کرده می شود. تا کنون برای چنین اعمال جوابگری مأموری در شکل جریمه پیش بینی شده بود. درباره آنکه برای راه اندازی تعلیمات دینی چه جزاهای پیش بینی می شوند مرکز مطبوعات مجلس نمایندگان معلومات نداده است، اما در جلسه شورای پارلمان گفته شده است که تغییرات وارد به کودکس جنایتی به کنستیتوسیا و قانون درباره سندهای معیار حقوقی مخالفت ندارد و از بودجه دولت مبلغ اضافی را طلب نمی کند. انتظار می رود که این تغییرات در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار داده شود. جوابگری جنایتی برای تشکیل مدرسه های غیر قانونی در تاجیکستان در حال جاری کرده می شود که مقامات در سالهای آخر در راه تعلیمات دینی مانع‌های زیاد ایجاد کردند. از جمله همه دانشجویان تاجیکی را که در خارج از کشور مشغول آموختن علوم دینی بودند مجبوراً به وطن برگردانیدند. در خود تاجیکستان تمام مدرسه ها و مکتب های میانه مذهبی بسته شده. یگانه مؤسسه تعلیمی دینی دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در دوشنبه باقی مانده است. حامیان حقوق این محدودیت ها را نقض آزادی های دینی مردم می نامند، ولی مقامات آن را به مبارزه با افراط‌شوی اهالی و پیشگیری از گرایش ساکنان به خصوص نسل جوان به گروه و رویه های تندگرا ربط می دهند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. یک گروه ساکنان کوچه رومی شهر خوجند که باغچه آنها را مقامات محلی به منفعت یک صاحبکار میخواهد تخریب کند مدت زیاد باز هیچ نمیتوانند در ساختارهای محلی به تنتنه عدالت نائل شوند و این باغچه ها را که یک جزیره سبز در میان انبوه بناهای بتونی است و شهر را به هوای تازه و کسله را تامین میکنند از ویرانی نجات دهند. در این بین شهرداری سابق خوجند یک مرتبه جرأت کرد که قرار تخریب این باغچه را که برای بنیاد آنها چند نسل ساکنان کوچه رومی زحمت کشیدند بیکار کند، ولی مقامات دیگر قرار شهرداری را هم بیکار کرده این جزیره سبز دیگر باره تحت خطر قرار دادند و این همه به خاطر منفعت‌های تجارتی یک صاحبکار میخواهند این همه باغ‌های مردمی را خراب کرده در جای آن یک مرکز خدمت رسانی‌های معیشی بسازد. ساکنان میپرسند مگر ساختن باز یک بنای بتونی ارزش آن را دارد که اینقدر باغ در طول 10 ساله ها آباد کرده مردم را ویران کنند؟ مگر زمین را در خوجند و اطراف آن قطع زده است که باید حتما این منبع هوای تازه برای این شهر سیر اهالی را ویران کنند و در جای آن به اصطلاح لایق شیرالی کتک بتونی را بسازند؟ ساکنان بر اینند که این همه تلاش ها به منفعت یک صاحبکار و به ضد اراده باقی ساکنان محلی تلاش از برای خدا نیست، بلکه به احتمال غالب ریشه در کروپچه دارد. در دست ساکنان ثبت صحبت همان صاحبکار است که اعتراف میکند که برای خریدن قرار برایش موافق مقامات در این مسئله نزدیک $30,000 خرج کرده است. چند تا پریمیر 7,000 بی 10,000 میفهمیم. خودتون گفتید می صرف کردم نمیتونید چند تا صرف کنید. و چند گوید ما ممکن همش جمع کردیش ما همین وای کنیم کمپنساسیون کنیم شما چند ما خودم گفت پریمیر $30,000 $30,000 یا خودت این جای نیست ها یک تختام صرف کرده یک تختیم بانی دیگه هیچ کس خوش نمیجه
هم گپای دیگر هوایی گپای خای 30,000 بتون سوخت میوای اگر از این نسبت میسوزه ساکنان میگویند از بس که مقامات شهر و ولایت در این قدر مدت به داد آنها نرسیدند، تنها امیدشان به سفر کاری قریب الوقوع پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ولایت سوخت باقی مانده است. ساکنان میخواهند که در جریان این سفر داد خود را به یگان نفر از هیئتی که پرزیدنت را همراهی میکند دسترسی پیدا کنند و داد خود را به مقامات مرکزی برسانند. آنها میگویند حیف است که اگر این همه مسئول زحمت چندین ساله پدران و بابایان آنها قربانی منفعت‌های یک صاحبکار بی‌انصاف شود. از 5 اکتبر شماره پروازهای دائمی بین روسیه و تاجیکستان در زمینه دو جانبه باز هم افزایش یافته. بر علاوه فرودگاه‌های دوشنبه و کولوب و خوجند از 5 اکتبر از شهر باختر تاجیکستان هم به شهرهای روسیه پروازها انجام داده می‌شوند. این بر اساس قرار است که ستاد فوری حکومت روسیه اوید به پیشگیری از ورود و پنجشنبه کرونا ویروس 22 سپتامبر قبول کرد. طبق قرار ستاد از 5 اکتبر در خط سیر مسکو خوجند و مسکو کولوب هفته تا 2 پرواز صورت گرفته از هر کدام از فرودگاه‌های دیگر روسیه که دیگر باره حق انجام پروازهای بین المللی را به دست آوردند هر هفته به فرودگاه‌های دوشنبه باختر خوجند و کولوب تاجیکستان نیز تا 2 پرواز انجام داده می‌توانند. حق انجام عین شماره پروازها از 4 فرودگاه تاجیکستان به شهرهای روسیه داده شده است. افزایش نوبتی شماره پروازها بین تاجیکستان و روسیه در حالی است که مقامات تاجیک از 2 اکتبر پروازهای کودکان تا 6 ساله را به روسیه تا زمان گذشتن 60 روز از زمان آخرین واکسن ضد فلج کودک منع کردند. از طرف دیگر حالا روسیه با یک موج دیگر کرونا ویروس روبرو شده. هر روز در این کشور حدود 25,000 حالت نو گرفتاری به این پاندمی ثبت شده. در یک شبانه روز آخر در روسیه 895 نفر به علت کرونا ویروس جان باختند. یادآور می‌شویم روسیه مرزهایش را به سبب پاندمی کرونا ویروس از 20 مارس سال 2020 بست و تنها از 1 اپریل سال 2021 به پروازها به تاجیکستان اجازه داد. از 27 آگوست روسیه پروازهای دائمی بین دوشنبه و مسکو را هر روزه کرد. به پروازهای دائمی از شهرهای دیگرش به دوشنبه و کولوب و خوجند هم اجازه داد و در نتیجه شماره پروازهای دائمی بین روسیه و تاجیکستان 10 مرتبه افزود و تا به 100 پرواز دائمی در هفته رسید. ساکنان تاجیکستان امیدوار بودند که در پی افزایش به مراتب شماره پروازهای دائمی شرکت‌های هواپیمایی نرخ چپته‌های خود را پایین خواهند آورد، ولی با وجود 10 مرتبه افزودن شماره پروازهای دائمی نرخ پروازها از تاجیکستان به روسیه همچنان میان شکن باقی مانده. برای مثال نرخ چپته پرواز از دوشنبه به مسکو همچنان در حدود $500 برای یک طرف باقی مانده است. ساکنان تاجیکستان این نرخ‌ها را بی‌انصافانه می‌نامند و به شرکت‌های هواپیمایی و چپته فروش لعنت می‌فرستند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. دادگاه شهر لیوکان مامراییموف چالابای ساکن شهر سربند را بر اساس قسم دوم ماده 338 کودکس جنایتی تاجیکستان در ساختمان خودسرانه در قطعه زمین خودسرانه اشغال نموده گناهکار شناخته جزا داده است. مرکز مطبوعات دادستان کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت مامراییموف برخلاف طلبات قانونگذاری زمین عمل نموده بدون قرار مقدماتی محلی 4 ساتق زمین را از حساب زمین‌های محلی اهالی نشین جماعت دیوات گلستان و جویبار آبگذر خواجگی دیخونی امینجان 2016 خودسرانه اشغال نموده در میدان 49 متر مربع آن ساختمان عاقلخانه و کعدانخانه را انجام داده است. پروکورور شهر لیوکان نسبت مامراییموف بر اساس ماده 338 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد از انجام یافتن تفتیشات پیشکی به دادگاه سپرده است و دادگاه شهر لیوکان مامراییموف را گناهکار دانسته است. قسم دوم ماده 338 کودکس جنایتی تاجیکستان برای ساختمان خودسرانه در قطعه زمین خودسرانه اشغال نموده نوابسته از تطبیق جزای مأموری همچون جزا جریمه به اندازه 365 تا 912 نشان دهنده
یا معروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال را پیش بینی کرده است. شب 3 اکتبر تخمینا ساعت 22:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا محمدخلف عوضبک قادرویچ سال تولدش 1999 ساکن نویه سپیتامین هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوک در حدود جماعت دیهات تقایک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. در نتیجه ماشین به کنار چپ راه برآمده و چقوری 27 متر چپ شده است. بر اثر این صدمه مسافر اوپل رئیموف زفقیار سال تولدش 1990 ساکن نویه سپیتامین جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده محمد قلوف و دیگر مسافرانش عمروف جواهر سال تولدش 2000 ارتقوف رفشن روزبایویچ سال تولدش 1989 و المرادوف دلیر سال تولدش 2002 همه ساکنان نویه سپیتامین جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان صدها نفر هلاک یا مجروح میشوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند. نسبت مرد 44 ساله ساکن شهر خوجند پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است که او روز 25 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 21:30 با راه پنهانی از داخل автомاشین تمغه مرسدس بنز که به مرد 43 ساله ساکن امین شهر تعلق دارد 6500 سومونی 726 دلار امریکایی و حجت‌های автомاشین را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bamdad.com خوش باشید.